سلام دوستان، خدا قوت. آقا بنده موشکاف این 2-3 شبه راستشو بخواین رو پا بند نیستم. حرفا و تماسای شما همیارای با صفای سیمای آزادی اون چنان محشری به پا کرده که نمیدونم از کجا شروع کنم و از کدومش بگم. دست مریزاد که الحق و بالانصاف گریزانی برا انداختی که نگو و نپرس. هر یه تماس و یه کمک شما مشتی جانانه است که کمک فنر ولی فقیه و همچی حسابی می جنبونه. دم همگی گرد تا روز آخر و ساعت آخر هم داری موشکاف آروم و قرار نداره. میگم گلریزانه این بار خیلی گلریزانه، یعنی چشمایی توش رو شده که خبرش برق از عمامه علی گدا پرونده. این دیگه همیاری نیست، آتیشباریه. وقتی زندانیای دست بسته از زندونای اوین و کرج و گوهردش پیام میفرستن و به سیمای آزادی کمک میکنن، دیگه علی گدا باید حساب کار خودشو بکنه. دم هموطنایی در زنجیر من گرم که از تو زندانای خامنه‌ای دستشونو واسه همیاری دراز میکنن و جیغ علی گدا رو در میارن. بله. خلاصه این که این روزا همه هموطنای با مرام ما از همه طرف جمع شدن تا دک و دنده علی گدا رو خورد و خمیر کنن. از معلمای شجاع هموطنم بگیر تا همه شما اشرف نشونای سراسر دنیا که الحق و بالانصاف کولاک کردید. حالا به همه اینا جدیدترین مشتی که نثار سر و صورت علی گدا و شیخ فری شده رو هم اضافه کنید. اینو میگم. رؤسای هر دو مجلس نمایندگان و سنا مخالف اقدام اوباما در امضای توافق هسته‌ای با ایران هستند. جمهوری خواهان، طرفداران رژیم صهیونیستی و گروهک تروریستی منافقین در نیویورک تظاهرات ضد توافق هسته‌ای برگزار کردند. نمایندگان تندرو دوباره تهدید کردند که با رفتن اوباما و روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی توافق ادامه نخواهد یافت. اجازه بدید این تازه مال یکی از شبکه‌های تیویش بود. همین خبر رو یکی دیگه از شبکه‌های تیویش هم داده. یعنی آخوندا از همه طرف شروع کردن به جیغ و داد. جمهوری خواهان برای نشان دادن مخالفتشان با صهیونیست‌ها و گروهک منافقین هم نوا شدند و در نیویورک تجمع ضد ایرانی برپا کردند. یه قاطی پولو درست کرده تا اسم دشمنای اصلی نظام و قاطی اونا کنه و اینجوری یه هوا از سوزش علی گدا کم کنه. اما به قول قدیمی ها سگ داند و موشکاف که در انبان چیز. درود به همه اشرف نشونایی که همیشه خدا حاضر به یراقن، یعنی هیچ فرصتی رو واسه ضربه زدن به آخونده از دست نمیدن. حالا این فرصت یه روز تظاهراته، یه روزم همیاریه. قربون همه شما، بنده موشکاف لحظه به لحظه تماسا رو دنبال میکنم. جمال همتونو گلبارون. موشکاف